بزرگ است که سویکی ما برخ میکنه و سویک ما بر 20 سال 30 سال 50 سال روید خاک و تراب میشید بنده اهل ایمانش به بنده خدا ترسش به رحم میکند خداوند رحم میکند خدای نازشه التجا کنید منم تو آیت قرآن خواهد توبه نصوح کنید رو به خدا بیارید دامولاها متحد باشد خاکسار باشد حلال خور باشد تفریقه نکند یگان بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یگان صحابه خفه کردینیه ای باشم گذرده یگان ازواج متحد تا خبر کنید ای عبدالرحیم مقسوم است چون کنم در امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسیار هستند من و شما دعوتچی هستیم یا دیگری دعوت کنیم برادر عرق نخور برادر زنا نکن برادر نماز خوان زندگی آمد برای بندگی زندگی بی بندگی شرمندگی خدا ما قرآن میگیریزیم امر معروف میگیریزیم نهی منکر میگیریزیم تلفانتون میکنین یا دیگر آیت های کریمه به بیت چرا عمل کنید حضر دیدید قرآن فرد مسلمان گله دارد دیگه کس نیست هر آیت قرآن فرد مسلمان گله دارد همون علماهای حضر میکردیم علم یاد میگرفتیم انا این دین اسلام خدا هدایت میکند دست خداوندند این دین اسلام همه روی زمین نماز خوان شود خدا با فایدهش نیست همه فسق و فجور هم نباشد خدا با یکان فایدهش نیست همه عملهایی که میکنیم نیک و بد حق خدا ما میکنیم خدای تعالی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین رب العالمین خدای تعالی امر معروف نهی منکر خدای تعالی برده روی پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به بیگاه جنبنده رسان خدای تعالی تا روز قیامت اسلام آباد کن بنده هات نور اسلام کتی بیا نور ایمان کتی بر متحد کن علماهای نمازخانه متحد کن الفت و محبت یکدیگری زیاده کن این پاچام هم آئمم گذشتگان جماعه هم خدا رحمت کن اللهم مغفر لی و لوالدی و لاستاذی و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات شیطان لعین دور کن محبت اخلاص و قلب ما دور کن محبت خدای تعالی زیاده کن محبت حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم محبت قرآن و حدیث زیاده کن عبادت ما قبول کن دعاها ما اجابت کن گناه ما مغفرت کن توبه نصوح ما قبول کن از گناه ما باز دار راه راست به هم وقت هدایت کن همیشه با ایمان و با تقوا با علم و با عمل باز یادم میگم همین جنازه ها هر روز شداست همین جنازه ها به بی نماز ها به انصاف و توفیق ده همه به نماز و به تقوا کن خدا تعالی آخر کارامو بخیر کن به رحمت که ارحم الراحمین چون اینجا بیام رحمت